درود همراهان. خطکشی های ستون: خط اول 1 متری، خط دوم سر 2 متر. بعد از خطکشی شاخ زدنه. بعد رفتیم واسه نصب. اول ستون اولی و آخری رو جا زدیم. بعد از 1 روز موندن 2 روز موندن اومدیم نخ شابلون خودمون رو باز کردیم سر 1 متری که تمام ستونهای بعدی که کار میذاریم با این خط تراز 1 متر. حالا دیگه هرچی سطح شیبدار باشه فرقی نداره، کار ما سر خط 1 متره. خط 1 متر، خط 2 متر. امروز 3 تا ستون جا گذاشتیم. حالا انشالله باقی کارم فردا پس فردا انجام میشه که باز از اون ور بیایم شروع کنیم به ساخت خرپا. خدا رو شکر ستون همه توی یک خطن. 3 تا ستون کشتیم امروز که خدا رو شکر تراز. سپاس از همراهیتون، وقتتون بخیر. امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه.